خوش اومد به ویدیو دیگه با بتمنی. خب بچه ها امروز میخواین ساخت مد رو یاد بگیریم، مد بریزیم بچه ها، بریم اشغال. حالا بچه ها اون برنامه‌ای که میگن ادانز و اینا مهم نیست، فقط این استیو و کریپر، صورت استیو و کریپر میزن توش. خب وایسا، اینجوریه صفحش. میزنی تو گزینه جستجو، مثلا کار اشتباه نوشتم. نه درست نوشتم. خب مثلا من دیدم مدل لامبورگینی هر میخواد شده، نه آن دیدم این نمیخواد، اینو میدم روش دانلود شد. میریم اینجا چپی در راستیه، ببخشید، ماینکرافت. خب بچه ها فقط چند نفرتون پرسیده بودید چرا ماینکرافت من اون شکلیه. بچه ها ماینکرافت کاپرگولمی برای منه، ماینکرافتی که توش کاپرگولم داره، به خاطر همین این شکلیه. فقط بچه ها من یه لحظه وایسی، اینم برای مداس بچه ها. آره اینم برای مداس. حالا فعلا برمیگردیم که کامل بهتون یاد بدم مدتون از کجا میاد چجوریه. من یه دفعه تو دنیا اسپان شدم، بدیش اینجاست. میریم تو کرید نیو ورد، هم یادی کرید نیو ورد آورد، کریتیو علامت چست داره بچه الان بچه این مدای خودم. خب بچه الان مدمون اومد، اینها عکس چست رو میزنیم به علاوه تو دنیا. بنازم بچه ها، بریم تو بازی. خب بچه ها داره ویدیو ما میاد. خب میریم بگردی کجاست. آها چون اینو آوردی یعنی پس باید این تو باشه. بنازم این ماشینمونه. حالا بچه ها برای نسخه شما فکر کنم اینجا بیاد، اینجا. حالا اینو مثلا میزنیم اینجا، برش خب نه بچه مرسی تا اینجا ویدیو رو دید. لایک کامنت دنبال کردن فراموش نشه. خب تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.